چه کردی برادر عثمان جان؟ اکه قیمتی هزار یک گپ چه باور که نمیدونم ای کدامش سر کنم در غریبی طول دو زیاد شد که معاش مونه قپیدیان شرایط خانواده ترم دم خانه یا میروسی ای بوبی کلونم بود باور میکنی اکه همون تا همین روزا 100 ساله ها در خانه بود زورم اومد باور میکنی زنگ زدم که همون را بفروشم بروه تا که رزق روزی کودکام بینم به همه خاطر زیخ شدی؟ کنشنا او را پدرم نفروخ بابیم نفروخ بوبی کلانم نفروخ ده همین نوبت مای به تقدیر لوشید برم برادرم الله نازنین بین که 100 ساله ها پیش غمی رزق روزی امروزه فرزندای تو را خورده به این خاطر شکرانه باید کرد در حقیقت همه خیلی که بله الحمدلله به اندازه الحمدلله عبود باشی اکا جون